رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر کردن که قرآن را بیاموزیم، به دیگران آموزش بدهیم و به ما گفتن که مثلا فلان سوره در فلان روز خوانده شود ثواب دارد، مثل سوره کهف در روز جمعه، مثل خواندن سوره بقره مثلا در خانه ها، خواندن معوذتین در بعد از هر نماز، خواندن آیت الکرسی، سوره حمد. و یک مسلمانی که اصلا قرآن نمیخواند خطر این است که در وادی نفاق داخل شده است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح که در بخاری روایت شده است میفرمایند که مثال مؤمن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كأتروج طعمها طيب و ریحها طیب. مانند مثل مؤمنی که قرآن میخواند مانند یک نارنجی است، حالا اگر این تعبیر درست باشد، که هم طعم خوبی دارد و هم بوی خوبی دارد. والذی لا یقرأ كالتمره طعمها طیب ولا ریح لها. و کسی که به قرآن عمل میکنه و قرآن رو نمیخوانه مانند خرمایی هست که طعمش خوب است اما بوی خوب نداره. خرما رو دیدید اصلا بو نداره. و مثل فاجر الذی یقرأ القرآن، انسان فاسق و فاجری که قرآن رو میخوانه، کالریحانة ریحها طیب و طعمها مر، مانند ریحان است که بوی خوب داره اما طعمش تلخ است. و مثل فاجر الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلة طعمها مر و ریحها مر. و کسی که انسان فاجری که نه قرآن میخوانه و قرآن رو تلاوت نمیکنه و به قرآن عمل هم نمیکنه، این مانند حنظله است، یک میوه تلخی است، را در بعضی جاها به نام هندوانه ابو جهل بهش میگن، که هم طعمش تلخ است و هم بوی بدی دارد. پس انسانی که قرآن نمیخواند و به قرآن عمل هم نمی کند، این انسان، این خطر این است که این انسان فاسق شود، فاجر شود، منافق شود و آهسته آهسته از دین خارج شود. شاید بعضیا بگن که خب ما قرآن درست خوانده نمیتوانیم. در کشورهای ما عموما ملاهای انگلیسی، من به اینها میگم ملاهای انگلیسی، اینها یک چیزی رو به دروغ در بین مردم پخش کرده بودن که قرآن نخوانید که غلط میخوانید. قرآن نخوانید که اگر غلط بخوانی کافر میشیم. نه خیر، وظیفه یک مسلمان این است که قرآن رو یاد بگیرد و با سختی هم که شده قرآن رو تلاوت بکند. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که قرآن رو به راحتی تلاوت میکند یک اجر میبرد، اجر تلاوت قرآن. و کسی که قرآن رو به سختی تلاوت میکند، بند میماند، گیر میکند، تأمل میکند، زیر و زبرش رو دقت میکند، به سختی میخواند، قاری یک جز میخواند، این شاید یک چهارم یک جز هم نتواند بخواند، این آدم دو ثواب میبرد، یکی ثواب قرائت تلاوت قرآن و یکی ثواب سعی و تلاشی که سختی و دشواری که به خاطر تلاوت قرآن داشته است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کسی که یک آیه‌ای از قرآن میخواند در مقابل هر حرف آن 10 ثواب الی 700 ثواب الله سبحانه و تعالی برای او میدهد. و در ادامه حدیث میفرمایند که نمیگویم که الف لام میم یک حرف است. همین الف لام میمی که اول سوره بقره است، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، میگن که الف یک حرف است، لام یک حرف است و میم یک حرف است. وقتی که شما همین رو تلاوت کردید که الف لام میم 30 ثواب الی 2100 ثواب گرفتید، بر حسب نیت هر کس. نیتت خالص بود 2100 ثواب کامل رو گرفتی. آیا
کسی که از این نعمت بزرگ محروم باشد، این انسان بدبخت نیست. و ما نمیگیم تا کل قرآن رو بخوانی نور علی نور. یک سوره، یک آیه، 10 سوره، یک جز از قرآن رو هم اگر بلد هستی میتوانی بخوانی، بخوان. الله سبحانه و تعالی به وسیله تلاوت قرآن دلت رو روشن میکنه، رزق و روزیت رو فراوان میکنه، زندگیت رو آسان میکنه، به مالت، به اهلت، به عمرت برکت عطا میکنه.